قصه دقت‌آور یک زن مسلمان از آسیای میانه که در وگون مترو روی فرش نشسته بند کفش پای یک مرد سالخورده را میبندد روز 14 سپتامبر پیدا شده مثل ویروس در سراسر اینترنت پخش شد. هزاران نفر زیر این مطلب تکمه لایک را پخش کرده، هزاران دیگر آن را در منبرهای گوناگون نشر کردند. حتی نشریه به صورت عموم ملتگرا و مهاجر بدبین سرگرد هم این قصه را در سامانش نشر کرده است. ولی جالب آن است که وابسته به مکان نشرش مکان حادثه نیز عوض می شود. قصه این زن مسلمان ثوابجو اول در صحیفه آنا تاراسووا در فیسبوک با یک عکس لحظه کفش پای موسفید را بستن آن زن نشر شد. آنا نوشت که در ایستگاه تورسکایا در متروی مسکو شاهد این حادثه شد. ولی نشریه اینسیدنت 54 در اینستاگرام می نویسد که یکی از خوانندگانش در متروی شهر نوسیبیرسک شاهد این حادثه شده است. برخی کاربران دیگر با استفاده عین متن می نویسند که خودشان شاهد عین این حادثه در خباروفسک، پتربورگ و چندین شهر دیگر شدند. در لابلای این همه سیل و لایک و بازنشر دیگر معلوم نیست که آیا در اصل چنین حادثه بود یا نبود. ولی این همه لایک و بازنشر بیانگر آن است که مردم چقدر تشنه چنین عملهای خیر و کارهای ثواب شدند. گاه چنین یک عمل یک مسلمان نظر به هزاران موعظه از بلندترین منبرها و دریای خونی که برخی از نام اسلام میریزانند برای تبلیغ و بالا بردن آبروی دین اسلام خدمت بیشتر میکند.